سلام، من جعفر هستم، خواننده گودبای پارتی و گلهای غربت، پرس بزن، من با تو قهرم و یه سری از آهنگا که هنوز من حضور ذهن ندارم واقعا، ولی خب آهنگایی که بگو امروز چی هم دیدم هم هست. خب بگذاریم، من الان حدود 12 سالش گذشته از اولین کارم. خب میخوام بپردازیم به این که آقای خلسه و طرفداراش یه مدت به ما فحش میدادن، الان هم جدیدن توی مصاحبه اخیرشون که همسرشون هم هست به من فحش دادن. یعنی فحش که ندادن، یه سری میگه که آیدنتیتی، یعنی ببین اون چه شخصی بوده که الان واسهتون میذارم این پایین. همیشه به ما ولی خود ادیسون خورده. آره همه رو برق گرفته ما رو. اون چیزو داری جعفر؟ اصلا اون کیه؟ ببین جعفر رو من فقط گودبای پارتی جعفر اینجا گودبای پارتی. ببین یه خیلی جالبه این داستان جعفر. یکی به من گفت که من جعفر اورجینالم که گودبای پارتی رو خوندم. این جعفره که دیس منو میده دزدیده آیدنتیتی اون جعفر رو. بعد ببین تو باید کی باشی که بری هویت جعفر رو بدزدی. داستان ولی اون یا پایین بابا بیا پایین سرمون درد گیره. میگه که ببین چقدر باید ادیسه باشی که آیدنتیتی. آقا من برای این کار زحمت کشیدم. خب حالا یه نفر اومده خودشو زده زای من بهت دایرکت دادم، گفتم آقا من نیستم، همه میام به من فحش میدن، همونطور ویدیویی که فحش خار مادر میدادی میگفتی میام ننتو میبرم فلان. جعفر مادر دوباره میام ننتو میدزدم تخت. خب اومدم اینو بهت بگم که آقا من نیستم، ولی هر کسی که میدونه من جعفرم میاد میگه که خلسه بهت فحش داده، خلسه بهت فحش داده، برو یه کاری بکن. که من یه دیسترک هم بهت دادم. من دیست نکردم که ملت کنم، بذار حسابت رو ملت کنم. ولی متاسفانه فکر کنم نشنیده باشی، ولی دایرکتم رو دیدی و اومدی گفتی که تو این برنامه هم یه نفر اومده میگه که من جعفر واقعی هم. چقدر باید بدبخت باشی که بری از جعفر دزدی کنی. خب یادم رفته بوده اینکم بردارم. خب خواستم بهت بگم که من خیلی زحمت کشیدم و مردم هم آهنگای منو دوست داشتن و همونطور که خودت هم شنیدی گودبای پارتی جعفره، اینجا دختر پسر گاتیه. خواستم بهت بگم که من خودم هم آهنگاتو گوش میدم، ولی این که برمیگردی میگی این کار چقدر باید مثلا چیز باشی، مثلا بری از جعفر دزدی کنی. آره من نمیخواستم خودم رو نشون بدم. شما با این کارت داری به من لطمه میزنی، همین دیگه، سرتون رو درد نیارم. خوبه؟ خداحافظی میکنم و بهتون میگم که کل کار جدید دارم. امیدوارم که آهنگا رو گوش بدید. همه جعفریا اون که با من و تو مهربون نمیشه، نارفیق اون همیشه. همه جعفریا واقعا نارفیق بودن خیلی بده. امیدوارم که موزیکای جدید لذت ببرید و از پلتفرما حمایت کنید. تو هایلایت گذاشتم، همه رو برید گوش بدید. ما هم بره بالا، سابسکرایب پمون و همین دیگه. دوستتون دارم. خدا حافظ. به قول محمد رضا شاه احترام نظامی. خدا حافظ. رفته چرا خونه رو تچه همینه، همین دیگه. هم خواستم بگم که نمیخواد قطع کنی. آقا قطعش کن دیگه. خب مگه میخوای من صحبت کنم بازم صحبت کنم؟ آره اینجوری. آقا حرفی ندارم، فقط خواستم بگم که آقا نکن دیگه، فحش نده. رفیقات بگو نیام فحش بدن. مرسی بابا، تمومش کن دیگه. فکر کنم کووید دارم. قطعش کن.